سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. من اندراس هم اومدیم با یه خفن و درجه کن دارن از این ویدیو لذت ببرید. قبل از هر چیز لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره، زنگوله باشم بزنید تا هر ویدیو جدیدی که گذاشتم شما اولین نفری باشید که اون ویدیو رو تماشا میکنید. دوستان برای پرو شدن اولین و مهمترین نکته اینه که اول کاستوم HUD تون اوکی باشه و خفن و درجه 1 باشه که بتونید سرعت عمل بالایی داشته باشید. پس اینترو ببینیم، با ما همراه باشید، هیچ جا نرید، هیچ خبری نیست. لیتس گو. خب دوستان، اول یه توضیح مختصری در مورد کاستوم HUD خودم بدم که کاستوم HUD خفن و درجه 1. اگه دوست داشتید مثل من بسازید اینو، حتما بچه حداقل باید 2 هفته با این کاستوم HUD بازی کنید تا بتونید روی این کاستوم HUD مسلط بشید، چون این کاستوم HUD 3 انگشتی هست و خیلی سخته که کسایی که 2 انگشتی هستن بیان بر رو این تمرین کنن و حالا 2-3 روز اول واقعا نمیتونن ایش کاری کنن، ولی باید تو تمرینی خیلی بازی کنی تا بتونی یاد بگیری. من یادمه حداقل روزی 4 ساعت بازی میکردم تو تمرینی تا بتونم کاستوم HUD ما فول بشم و قشنگ یاد بگیرم و سرعتمو ببرم بالا، که خدا رو شکر این کارو کردم و خیلی عالی و درجه 1 شده بازیم. حالا اگه دوست دارید این کاستوم HUD بچینید، یه عکس ازش بگیرید و برید بچینید، یا حالا خیلی ساده است، سویچ و نشستن و یخ و پریدن یه سمت دیگه، فایر و فایر چپ و اینا یه سمت دیگه است. خیلی آسون و درجه 1. اگه هم بچه ها شما 2 انگشتی هستید ولی به دلایلی خب نمیخواد 3 انگشتی بازی کنید مثل من، میتونید کاستوم HUD 2 انگشتی بچینید. خب شاید حالا شما بگید که من هیچ ایده‌ای راجع به کاستوم HUD 2 انگشتی ندارم و نمیدونم دکمه‌ها رو کجا قرار بدم که بتونم بهترین استفاده داشته باشم و سریعتر کار کنم. خب الان میریم یه کاستوم HUD 2 انگشتی با هم میچینیم و میریم یه دست لون ولف بازی میکنیم و حالا من هر ویدیو دارید میبینید لون ولف میرم. واقعا لون ولف بچه خیلی باعث میشه که شما بیشتر و بهتر پرو بشید. چرا؟ چون تک به تکه، یعنی به قولی کاستوم تک به تکه و این رو در رو بودن خب ترسو از شما میگیره. حالا من ترسی ندارم، من کلا ترسم رفته، 2 ساله که ترسم رفته کلا، ولی خب شاید بعضی هستن که واقعا ترس دارن، انمیو میبینن ترس دارن و این لون ولف کمک میکنه که ترسشون برطرف شه. حالا منی که پرو هستم، حالا من ادعایی ندارم حالا پرو هستم، ولی اگه من مثلا میرم لون ولف زیاد تمرین میکنم، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه مثلا هر روز کارمو پیشرفته تر کنم، روش‌های هدشات جدیدی یاد بگیرم و سرعتمو بیشتر کنم. من دیدم چند تا PC اومدم بهم گفتم بیا بریم کاستوم تک به تک و واقعا رفتم، باورتون نمیشه بچه‌ها زدمشون. خب این چیو میرسونه؟ اینو میرسونه که هرچی تمرین کنی بیشتر میتونی خودتو بهتر کنی و خودتو بسازی. خب حالا اینا رو بگذاریم، پند آموزشی بسه، سوسماس پلی نکنید. آره این بچه خیلی آسون و مفیده دیگه. ببینید سویچ، به نظر من سویچ توی کاستوم HUD 2 انگشتی نباید باشه، یا اگه میذارید برای سویچ AW باشه. کسایی که اسنایپر هستن و 2 انگشتی بازی میکنن، اگه دوست دارید سویچ سمت چپ بذارید که خیلی راحت‌تر خودتون باشید و بتونید. دوستان الان یه نمای کلی از این کاستوم HUD 2 انگشتی هست، اگه دوست دارید اسکرین شات بگیرید داشته باشید و حالا چون 3 تا میتونید بچینید، خیلی ایزی یکیشو بچینید و بازی کنید باش، ببینید چطوریه. 1 هفته 2 هفته ببینید چطوریه، بازیتون سریعتر میشه یا نه، یا اینطور چیزی. یا خودتون هم میتونید کاستومش کنید و قشنگ دستکاریش کنید که راحت‌تر بتونید بازی کنید. حالا من انگشتام یکم درازه، چون آره به خاطر همین یکم درستش کردم و اینطور چیزا. شما شاید انگشتتون نازک باشه چیزی فرق میکنه، ولی به نظر من
کاستوم شودی که خودتون بسازید با الگو، البته مثلا این الگو باشه، ولی مثلا شما بیاد دستکارش کنید، خیلی راحت و ایزی تر میشه و خیلی بهتر میتونید عمل کنید. خب بزن بریم یه دست لون ولف ببینیم چی میشه. فکر کنم یارو داره دست بیتیری میده. یا ابوالفضل چه دست بیتیریه. به نازم یخ زدن. او نخورد تو هدش. این به نازم هد خورد. بابا به نازم. آقا واقعا سریع و خوبه این کاستوم شودی که من دارم باش بازی میکنم. البته تقریبا من فکر کنم 1 سالی هست 3 انگشتی کار میکنم و 2 انگشتی رو کلا گذاشته بودم کنار، ولی الان دارم 2 انگشتی بازی میکنم. واقعا هم خیلی خوب و درجه که، ولی بازم بچه‌ها هیچی بهتر از کاستوم شودی 3 انگشتی نمیشه و سریعتر اون نمیشه. واقعا خیلی درجه که، ولی خب بازم حالا گفتم که با 2 انگشتی هم بازی کنیم و یه تجربه با هم داشته باشیم. این بود توضیحات کلی و خیلی درجه یک و خوبه این کاستوم شودی. اگه دوست دارید یه چیزم بهتون نگفتم، به نازم هدشات یه چیزم بهتون نگفتم بچه‌ها، سایز تیر خب خیلی خیلی مهمه. حالا میریم با هم یه نمونه سایز تیر رو ببینیم، براتون عوضش میکنم قشنگ اصلا کرک و پرتون، برگاتون، پشماتون همه چی بریزه. آره خلاصه که بریم و داشته باشیم. شاتگانم خرید به نازم، شاتگان رمضان دارم. این بچه اکانت دوممه، فکر نکنید جم زدم و فلان، اکانت دوممه که کالبک زدیم و اومد روش و دیگه گرفتیم همه چیشو. خلاصه که آره ایزیه. البته ویدیوش هم گذاشتم به نازم یه هدشات، اینم نخورد. بریم دورش بزنیم. یار دستوتیری میکنه یا ابوالفضل دستوتیر نکن. چطور هدمو زد روشون ور بود حاجی، روشون ور بود چطور هدمو زد. ای دهنتو سرویس. آقا نوبا هم شانس دارن واقعا، وقتی میگن نوبا شانس دارن واقعا هم شانس دارن. دهنشون سرویس، این دهن این سرویس خیلی شانسی زد حاجی، دیدی شانسی هم اصلا هد زد. بریم ببینیم کجاست داداش، کجایی دقیقاً کجایی داداش، دستگیری میکنیم کجایی. این چرا این بالا هدش میخوره شات کنه، اینم بالا هدش خورد. عجب چرا اینطور میشه. اینم وست خورد. یا ابوالفضل داره دست میذاره. وایست آقا میریم یه عوض میکنیم فای رو. خب سایز تیر فای رو این 49 بالا هد میخوره، میبرش 55 یکم بیشتر باشه حداقل میکشی بالا هد بخوره. خب بزن بریم لیتس گو. بنازم یه هد، بنازم 2 تا هد. آقا فهمیدید چی شد؟ وقتی سایز تیرتون کوچیکه و تیر میزنید میخوره بالا سر انمی، میتونید فایرتون رو ببینید حد اکثر 5 تا ببرید بالا، ولی به نظر من 2 تا ببرید بالا خیلی بهتره. چرا؟ چون مسلط تر میشید و راحت میتونید هد بزنید. حالا من 5 تا بردم بالا راحت، اصلا دیدید تیر میکشی بالا هده و یعنی اصلا کرک و پر خودم ریخت. آره ولی خودم که اینا رو بردم. این چرا هد نمیخوره داداش، هد بخور. وای چی دست تیریه، دست من تیر دارم سرویس. به نازم یخ حاجی، واقعا تو 2 انگشتی هم یخ زدن هم خوبه واقعا. دیگه چی بگم دیگه، 2 انگشتی 3 انگشتی یخ میزنیم، 4 انگشتی دیگه بازی نکردم. حالا 4 انگشتی هم میرم بازی میکنم، ولی 4 انگشتی بچه‌ها چیز سختی که داره اینه که همه انگشتا درگیرن و کلا اعصاب میخواد واقعا. 4 انگشتی بازی کردن هی قاطی میکنه آدم واقعا، ولی 3 انگشتی خیلی ایزی و راحت تره. بابا دستتو نذار رو تیر، دهن سرویس تو برو هدشات هم کرد. این چه شانسی داره حاجی، دستشو میذاره رو تیر هد میخوره. اینم فکر کنم کاستوم شودی منو زده. آره سوسماس حاجی یو ام پی مکس بابا بنازم. خب آقا بریم هدشو بزنیم. اوی نخورد. ای بابا هرچی میرم دنبالش فرار میکنه دسته. بیا اینجا ببینم هدتو بخور. ای تربیت، مگه من شوخی دارم با تو. آره خلاصه که اینم نوبایی که هستن دیگه. با اکانت دومم دیگه نمیدونم پرو نمیندازه، هرچی استارت کردم این نوبا رو انداخت. گفتیم که
با همین نوب بریم دیگه. آره بابا بنازم اباحت کشمیر. حاجی دقت کن اصلا اسکین مسکین این اکانت هم نداره واقعا. این اسکین M10 بچه خیلی انه، خیلی انه. یه خط منفی دقته. ببین این دست رو با همین M10 هدشاتش میکنم. حالا ببین با اینکه خیلی انه، ببین وقتی میگم خیلی انه خیلی انه ها. ببین نمیخوره اصلا. بابا بنازم یخ زدن اینم نخورد. سرعت رو بنازم. فکر کن شما این سرعتی که من دارم و شما تو یه ماه که تمرین کنی داشته باشی دیگه، اصلا خودت برای خودت پرو میشی. یه بست خورد یه 44 تایی بنازن. دست رو نذار رو تیر ناموسن. وای 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 من برم فقط دوشم متکیدی بزنم. این دستشو میذاره رو تیر نمیذاره ادشو بزنیم. بند سریش بذار. اومد نگاه چه نوبی را میره. وای 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 ای خدا ای خدا. یا اول پس نگاه چقدر نوبی را میره. تو داشت دست تو رو این چیز بردار یه دویدم بزن سریع به من برسی. به نوزه هم این چرخش کجاست؟ یا اول پس جلومه دست یه بسخور بنازم بعدی هدشات. بابا بنازم آقا بنازم آقا. عالی بود دمتون گرم بچه. تا آخرین ویدیو با من همراه بودید. یا علی خداحافظ شما.